شب یلدا فقط طولانی ترین شب سال نیست، بلکه شبی است که در آن نور متولد می شود. اما پشت این نمادها قصه‌ای هم هست، قصه‌ای که شاید هیچ وقت نوشته نشده، اما ریشه هایش در باورهای ما وجود دارد. این قصه را نه از کتاب، نه از یک سند تاریخی، که از روح همین شب می نویسم و می شنویم. قصه دختری که دلش انار بود و شب یلدا را برای همیشه تغییر داد. میگویند خیلی خیلی قدیم، زمانی که شبها طولانی تر از امروز بودند، دختری زندگی می کرد به نام نار. دختری که دلش از جنس سرخی انار بود، ظریف، لطیف، اما پر از راز. او دختر زمستان نبود، او دختر سکوت بود. هر وقت چیزی در دل مردم سنگینی می کرد، شبها آهسته راه می رفت، می نشست کنارشان و گوش می داد، بی آنکه حرفی بزند. روزی رسید که شب طولانی تر از همیشه شد، آنقدر طولانی که مردم ترسیدند. هیچ چراغی کافی نبود، هیچ پنجره‌ای روشن نمی شد. مردم گفتند این شب تمام نمی شود. دلها خسته شده بود. نار رفت کنار پیرزنی که تنها نشسته بود. پیرزن گفت دخترم، تاریکی وقتی بلندتر می شود که کسی دردش را نگوید. نار چیزی نگفت، فقط دلش ترک خورد. همان لحظه از دل شکستش 1000 دانه سرخ ریخت. روشن شد، مثل هسته هایی که نور حمل می کنند. پیرزن گفت این دانه ها را تقسیم کن. هر کسی که یک دانه نگه دارد تاریکیش کوتاه می شود. نار دانه ها را میان مردم پخش کرد و از همان شب خانه ها روشن شد، نه با چراغ بلکه با حضور. میگویند از آن شب هر کسی تاریکی دارد یک دانه انار کنارش میگذارد تا به یاد بیاورد درد اگر گفته شود نور می شود. و بعد مردم نام آن شب را گذاشتند یلدا، شب به دنیا آمدن نور از ترک درد.